اگر واسهتون پیش اومده باشه که بخواید دیزاین رو توضیح بدین، این برنامه خیلی کار رو راحت میکنه. علیرغم اینکه برنامه‌های زیادی مثل مدیا حالا یا تریدی یا انواع برنامه‌ها هست، ولی این رو گوشی نصب میشه و خیلی سریع میتونین از طریق این اقدام کنین. اون بالای مموری هست، وقتی بزنین گالری میاد. اون جایی که قراره دیزاین کنین رو نشونتون میده. قبلا عکس میگیرید. مثلا این اتاق خواب رو ما بداهه فقط صرفا برای آموزش خدمتتون عرض کنم. خب مثلا میخوایم توضیح بدیم که اون آخر قراره مثلا من یک کار پتینه انجام بدم یا یک نقاشی انجام بدم. این رو به این صورت از توی گالری انتخاب کردم. اون آخر میگذارمش، اطرافش رو پاک کردم، اون آخر میگذارمش. یه مقدار اینا همه لمسی هستش، فیکس میکنم. بعد از اینکه فیکس کردم اضافه بالاش رو میتونم یه مقداری پاک کنم. اون پایین یه پاک کن هست، پاک کن رو که بزنم یه مقداری پاکش میکنم، یه مقداری فیکسش میکنم و وقتی که اون بالا تیک رو بزنم این دیگه ثابت میشه برای من. بعد از اینکه این ثابت شد میتونم از ببینی الان این یه مقداری باید از کمد فاصله بگیرم. خب دوباره مجدد میرم توی گالری، مثلا فرشش رو انتخاب میکنم، اطراف فرش رو پاک میکنم که یک توازنی هم داشته باشه. تختش رو انتخاب میکنم. حالا این بانک تصاویر هم میتونه از توی پینترست باشه. پینترست خیلی میتونه به ما کمک کنه توی این زمینه. تختش رو انتخاب میکنم، اینجا میگذارم که کاملا کارفرما متوجه بشه که ما داریم از چی صحبت میکنیم. حالا از اون هارمونی یا ست بودن. حالا اون پتینه‌ای که میخوام بزنم مجدد توی گالری انتخاب میکنم. از قبل این عکس رو داشتم، میگذارم اینجا، مثل همون فیکسش میکنم. اینها با لمس کردن و پاک کردن دقیقا همون دیوار رو پتینه میکنم، فرش رو دقیقا فیکس میکنم و آسمانی که مد نظرش هست رو میگذارم اینجا، اطرافش رو پاک میکنم که کاملا اون چیزی که مد نظرم هست اتفاق بیفته و نهایتا تصویر رو به این صورت سیوش میکنم.